خب درود و عرض ادب مجدد خدمت شما همراهان گرامی. امروز لایو خواهیم داشت، اونم چه لایوی؟ بازم موضوع ورزش بانوانه. دوستانی هم که مایل باشن برای صحبت میتونن آخر لایو یا وسط های لایو درخواست بدن و تشریف بیارن که در مورد لایو صحبت کنیم. موضوع ورزش بانوانه، تفاوت کنترل وزن در بانوان و آقایونه که چه فرقی داره که در این زمینه من امروز با یکی از مربیان، ورزشکاران، به قول معروف محققان این رشته، خانم محمدزاده تماس گرفتم و ایشون هم دعوت بنده را پذیرفتن. از این بابت خیلی سپاسگزارم از ایشون که توی لایو هم الان تشریف آوردن که دعوتشون میکنم صحبت کنیم. خب خانم محمدزاده، من شما رو دعوت کردم فکر کنم. آره. سلام خانم دکتر محمدزاده عزیز. سلام. به به خانم محمدزاده عزیز، وقت عالی بخیر. خیلی ممنون که دعوت بنده رو پذیرفتید و با این مشغله های کاری که شما دارید، صبح و شب دارید کار میکنید، برای لایو بنده هم وقت گذاشتید. خیلی خیلی از این بابت از شما سپاسگزارم و ممنونم که به قول معروف نوعی فورس ماژور این دعوت بنده رو پذیرفتید. خیلی خیلی ممنونم. خیلی خوش اومدید به لایو بنده و همونطور که قبلا هم اعلام شده موضوع لایو در مورد خانم هاست. حالا هر چی شما بخواید در مورد خانم ها صحبت کنید من فقط گوش میکنم، چون بیشتر من با آقایون کار کردم تا خانم ها، به همون خاطر لایو در اختیار شماست. من فقط در این وسط یه صحبتی که بین دوستان کردیم در مورد تفاوت و کنترل وزن یا ویت منیجمنت توی بانوان، در این زمینه چند تا صحبتی میکنم که شما هم کامنت‌های خودتون رو بهشون اضافه کنید. خب بفرمایید. با اجازهتون خودم معرفی کنم. ببخشید من میخواستم همونو بگم که خودتون گفتی که یه معرفی بکنید، چون همراهان من شما را نمیشناسم واقعیتش. بفرمایید. من مهسا محمدزاده هستم، 33 سالمه. از بچگی ورزش کردم ولی واقعا تا 21 سالگی با بدنسازی هیچ سنخیتی نداشت ورزش من و هیچ کسی راهنماییم نکرد که تو هر رشته‌ای کار میکنی اول باید دنبال بدنسازی اون رشته. حالا تقریبا 4-5 ساله، شاید تهران بیشتر، تو ایران تهران شهر بزرگ بیشتر، ولی شهر کوچیک مثل ارومیه اینجوری نبود که همه تحقیقت کنن که هر رشته‌ای هم کار میکنی باید اول رو بدنسازیت کار کنی. من رشته اصلیم بسکتبال بوده، تو لیگ بسکتبال ارومیه بودم، دعوت به ملی هم شدم، تو تیم ارومیه هم بودم، رشتم تربیت بدنی. از همون اول من رفتار حرکتی خوندم، یعنی گرایش بندی بوده مال ما. متاسفانه چیزی که خوندم، رشته‌ای که خوندم با کاری که دارم انجام میدم بازم هیچ سنخیتی نداشت. یعنی کاری که ما تو دانشگاه انجام میدادیم، آموزش هایی که دیدیم برخلاف رشته‌مون هیچ ربطی به کار من. همه فکر میکنن یه مربی دانشجوی تربیت بدنی حتما باید یه مربی باشه، مربی هر رشته‌ای، ولی اصلا اینجوری نبوده اینجا. حداقل تا اون سالهایی که من تحصیل کردم اینجا، من تحصیل سال 93 هستم و در رشته تربیت بدنی لیسانس و فوق لیسانس دارید، درسته؟ هم کارشناسیم رفتار حرکتی بوده، هم ارشدم. بعد شما حالا همه هم میدونن ما کلی واحد عملی پاس میکنیم که هیچ سنخیتی به بدنسازی نداره، هیچ ربطی نداره. چرا دیگه؟ حداقل آمادگی جسمانی 1 و 2 که بدنسازی کامل. الان نمیدونم مدرسان شما کی بوده، ولی ما توی دانشگاه هامبورگ همون آمادگی جسمانی 1 و 2 رو داریم که مدرسش هم قبلا من بودم، حالا زمانی که تو دانشگاه بودم و منم وقتی دانشجو بودم اول به عنوان اسیستنت یعنی دستیار پروفسور میرفتم تو کلاس‌ها، بعدش که خودم مثلا اون کلاس‌ها رو بر عهده گرفتم
ما 2 ترم بدنسازی داریم که ترم اول در مورد متدهای بدنسازی هم، سیستم‌های تمرینی، فاکتورهای تمرینی و غیره، و ترم دوم میاد شما انتخاب میکنید که میخواید وزنه برداری رو انتخاب کنید یا بدنسازی قدرتی رو یا بدنسازی پروفشنال و حرفه‌ای که بدنسازا هست، یعنی پرورش‌اندامو، و در اونا میرید به قول معروف عمیق‌تر میرید توی کار. حالا تو ایران هم اون جایی که من یادمه استاد ما که آقای دکتر محمدزاده بود اون زمان، آره، ما آمادگی جسمانی، و ما رو یادمه میبرد توی باشگاهی حتی بیرون از دانشگاه، باشگاه بدنسازی میبرد و اونجا به ما خیلی خوب یاد میداد همه چی رو. ترم اولمون توی زمین چمن پردیس شهر بود، دانشگاه مرکزی، دانشگاه ارومیه، و ترم دوم هم میرفتیم یه باشگاه فجر بود مال سپاه بود، یه دخمه کوچیکی بود، ما رو میبردن اونجا به اتفاق کارمون را مینداختن. ولی نمیدونم حالا چون اکثر دانشجویان تپلانی این آموزش جسمانی 1 و 2 رو دارن. حالا بله خلاصه میشه، حالا برای شما خدا رو شکر اینجوری نبوده، ولی برای ما خلاصه میشه تو 17 دور زمین بسکتبال رو بدوین، بارفیکسی بزنید، بیس و عضله و اینا هیچی ازش نمیفهمی، فقط بیاین بارفیکس بزنین، شنا بزنین و هیچ توضیحی راجع به اینا داده نمیشه. امتحان شامل اینه. و ترم اول تو آمادگی جسمانی 1 من با وجود اینکه همیشه ژنتیکاً قدرت بدنی بالا بوده و چون همیشه هم ورزش کردم، شنا و بسکت قدرت بدنی بالا برده، نمره آمادگی جسمانی 1 من 13 بود. متاسفم. حالا خوب اجرا کردم، حالا به دلایلی. بعد من جسارت نمی کنم به هیچ کدوم از اساتید بانوان دانشگاه، چون من خب سالها 10-12 سال پیش فارغ التحصیل شدم، ولی همیشه الان به شاگردام هم میگم تو انتخاب مربیتون دقت کنین. اولین چیزی که من تو کلاس آمادگی سالن، الانم اسمش یادم نمیاد، تو سالنی بود که چند منظوره بود، سالن نازلو، اسمش الان اصلا خاطرم نیست. اولین چیزی که از استاد اون رشته شنیدم این بود: عضله باسن عضله‌ایه که با ضربه بزرگ میشه. و من اون موقع 87 با ضربه بزرگ میشه. با ضربه. بعد خیلی جالب بود، همه خیلی حرف و جدی گرفته بودن و دخترها با سنشون رو میزدن به دیوار هر جلسه که با ضربه این عضله بزرگ میشه. و این حرف رو یک کسی که خیلی عالیه 7 فوق لیسانس این رشته بودن رو به ما گفتن و من اصلا از ذهنم پاک نمیشه. این خیلی عالیه و حتما باید اون استاد رو معرفی کنی شما به مراجع بزرگتر، بالاتر. جالب بود. حالا در حال از عوض شد الان من هی استرس که حالا برگردیم از این حرفا بیرون، بیان ببینیم که شما چند سال خودت مربی فیتنس هستی، داری کار میکنی. من سال 90 که فارغ التحصیل شدم ارشد رو، اون دوران میخواستم دکترا رو هم ادامه بدم، یه طرح استعداد درخشان داشتیم. متاسفانه من ارشدم هم با استعداد درخشان خوندم، ولی دکترا رو هم قرار بود اینجوری ادامه بدم که اون طرح متاسفانه به 1001 دلیل برداشتن و من زده شدم از تحصیل. کلا رو بردم به بدن، واقعا هم اصلا نیتم بدنسازی نبود، فقط میخواستم خودم مشغول کنم که به پیشنهاد فکر کنم خانم سودمند رو بشناسین. خانم سودمند گفتن بله، خانم پوپک سودمند. بله. خانم کسایی که هم دوره من بود توی اولین دوره مدرسین کاربردستگاه توی تهران، ما با هم بودیم. بعد توی فدراسیون آموزش جسمانی ما با هم بودیم. خانم پوپک سودمند اون موقع فکر کنم 10-20 سال از زمان خودش جلوتر بود، به خصوص تو ارومیه خیلی جنگیدون. بله. ولی متاسفانه خیلی اذیت شدم قبل اینکه از ایران رفتن. الان استانبول هستن. نمی‌دونم. خب در راهنمایی کردن گفتن حیف ژنتیکشو داری. اون موقع که تازه تیاریکس داشت راه میافتاد. بعد من واقعا نمیدونستم که تیاریکس یه رشته نیست، یه وسیله ورزشیه، ولی به عنوان مربی وارد این قضیه شدم و واقعا هیچی از بدنسازی نمیدونستم. انقدر حالا بگم کتاب خوندم، کتاب منو تو این مسیر خیلی کمک کرد، این اشتباهه، ولی چون عقب میافتادم. ببخشید من میونکم، فقط لطف کن سریع و
خلاصه جواب بده، چون من واقعا سوالات زیادی ازت دارم. اگه بخوای برای هر سال این همه بگی دیگه فکر کنم تا فردا صبح تموم نشه. فقط می‌خواستم آره، چون تو ایرانم وضع اینترنت زیاد خوب نیست، من باید حواسم باشه که از شما تو این زمان کوتاه بهترین به قول معروف اطلاعات رو بگیرم برای همراهانمون. روی همین حساب شما چند ساله تو این رشته دارید کار میکنید؟ میخوام اینو بگم که چند سال درگیرید مستقیم با بانوان؟ از سال 93 دقیقا شروع کردم بدنسازی. تقریبا میشه 10 سال دیگه، نه؟ 9. خب اگه بخوام تو این 10 سال بگیم که خب چه هایلایت هایی که شما تو خانم‌ها دیدید، چون شما یک کسی هستید که هی عکسای بیفور افتر خانم‌ها رو میذارید و نشون میدید که و خیلی بر من جالبه این عکسای شما، چون من خودم وقتی عکس میذارم از ورزشکارم میگم این اینطوری مثلا فت بود، ببخشید چاق بود، وزنش اینقدر بود، اضافه وزن داشت، من آوردم اینطوریش کردم. ولی عکسای شما یه نکته خیلی خاصی داره، اونم هیچ وقت این عکسای نمیذاره که مثلا اینقدر چیز بود، چاقالو بود به قول خودمون، الان اینطوری لاغر خوب شده یا مثلا اینطوری فیت شده. شما بیشتر عکسای میذاره که آره این مثلا کمرش خم بود، گوز داشت پشتش، انحنای ستون فقراتش مشکل داشت، لگنش مشکل داشت و من اومدم اینو در واقع بیشتر شما بیشتر حرکت اصلاحی کار میکنی، اون پوسچر ورزشکارت رو درست میکنی، یا اینکه فقط وقتی ورزشکار میاد پیشت قبل از اینکه مثلا بخوای اقدامی کنی این روند رو پیش گرفتی. اون میخوام اون سیستم کاری تو لطفا به من بگی که چی کار میکنی؟ فقط داری روی پاسچر یا همون ساختار اسکلتی فردی کار میکنی یا همش رو با هم داری هندل میکنی؟ ببینین من اون موقعی که کارمو شروع کردم واقعا راجع به پاسچر و اینجور چیزا اطلاعاتی نداشتم. من نمیدونستم شاید اگه یه خانومی تیلت خلفی داره شکمش میاد جلو، شاید اصلا اون برجستگی زیر شکمش به خاطر اون تیلت لگنشه که برجستگی رو نشون میده. اونم میشه یکم ساده تر بگی که ما هم بفهمیم تیلت خطی چی بود؟ منظورم اون سالهای اول رو منظورمه که هیچ وقت دقت نمی‌کردم به پاسچر مراجعه کننده و فقط دقت می‌کردم و هیچ اطلاعات هورمونی از شاگردان نمی‌گرفتم، برخلاف الان که اول سوالی که از شاگردی که میاد میپرسم اینه که مشکل هورمونی دارین یا نه و هیچ وقت خودم رو قاطی این بحث نمی‌کنم که اگر مشکل هورمونی دارین اینو باید استفاده کنین، گرچه شنیدم که خیلی از مربی و متاسفانه اینجا کلی دارو هم تجویز می‌کنن براشون. اولین سوالی که الان تو شاید 4-5 سال اخیر که احساس میکنم شاید پیشرفت کارم خیلی بیشتر شده، چون دقتم رو پاسچر خانم‌ها بیشتر شده. متاسفانه من قبلا بهتون گفتم اولین چیزی که به چشم میاد تو مراجعه کنندگان، تو 90% مراجعه کنندگانمون معمولا یا اسکولیوز یا تیلت خلفی و قدامی لگنه که دارن، گودی زیاد لگن یا چرخش لگنشون به جلو که حالت نیمه خمیده به جلو دارن که ناخواسته شکمشون میاد جلو. حتی خیلی از موارد داریم که شخص خیلی لاغره، هیچ مشکلی رو ستون فقرات و لگن و ساق و اینا نداره و فقط شکمش جلوه. تنها دلیلش هم میتونیم اونجا ما اینجا دستگاهی نداریم که آخه تنها دلیلش که به نظر من نمیتونه لگن باشه، چون خانم‌ها یک ارگانی دارن که آقایون نداره، اونم رحمه. خب اون رحمی که دارن این باعث میشه که خانم‌ها اتوماتیک اصلا اون زیر شکمشون بیاد جلو. یعنی ربطی به چربی نداره، یعنی درصد چربیشون به قول شما اگه با اون دستگاه هم بسنجی میبینید که درصد چربیش هم پایینه، ولی اون زیر نافشون و دور نافشون یکم برجسته از آقایونه. حتی مثلا در تفکیک ترین حالت اونم برمیگرده به اون ارگانی که داخل شکمشونه. تا جا منظوری که یکی از دلایل هم میتونه این باشه دیگه، درسته؟ دلم اینه، ولی اینکه یه شخصی مثلا با قد 1.70 وزنش 50 کیلوه و این اون بیماره دیگه، اون یه چیز دیگه میشه. قطعا برمیگردیم به اون تیلت خلفی لگنش، چرخش جلوی لگنش. حالا چرا من این بحث رو باز میکنم؟ میگین چرا رفتی رو پاسچر؟ من خودم اصلاحی کار نکردم. 2 سال اول کارم که شروع کردم رو بحث اصلاحی رفتم، بعد رشته کراسفیت تازه شروع شده بود، چون دیدم علاقم به اون بیشتره کلا حرکات اصلاحی رو ول کردم و خیلی جالبه اینو بهتون بگم، اینجا کسای اصلاحی بودن که کلا جمع کردن، یه مدت کار کردم، موفق نمی‌شدن. حرکات اصلاحی نمی‌صرفه.
متاسفانه آخه میدونین چیه، به نظر من مربی که اصلاحی داره کار میکنه اگه علم بدنسازی نداره اصلا نتیجه نمیگیره. الان خیلی از مراجعه کنندگانی که با مشکلات پاستری میان اینجا میگن من سال‌هاست دارم اصلاحی کار میکنم، یک مدت مشکلم رفع شد، مثلا درد شونه داشتم، مثلا شونه یخزده داشتم یا هر چیزی، درد رفع شد، ولی متاسفانه اون بعد یه مدت دوباره برگشت، چون اون شخصی که باهاش کار کرده بود با خیلی حرکات روتین ساده. حالا ما این بحثایی که مثلا فلانی کار کرده با اونو بذاریم کنار، بیایم مثلا اون کاری که شما میکنید، چون من واقعتش روی کار شما زوم کردم الان. خب به نظرتون چند درصد مشتریانی که میاد پیش شما، چون به طب شما آمار دارید دیگه، مثلا 10 نفر میاد میشه یه جامعه آماری، 100 نفر میاد میشه یه جامعه آماری از اون جامعه کشور. خب به نظرتون چند درصد خانمایی که میان پیش شما دارای مشکلات آناتومیکی هستن، یعنی از لحاظ پاستوری مشکل دارن و باید برن تحت نظر مربی که این کار است؟ تقریبا میتونم بگم 90%. اونقدر زیاد؟ مخصوصا بازه سنی بین 2 3 تا 30 سال. خیلی زیاده. پس خیلی زیاده. خب مخصوصا مشاغلی مثل طراحا، دندان پزشکا، اینا شدیدا مشکلات ستون فقراتی دارن، معمولا اسکلروز، به خاطر کارشونه که کج وای میسن، یا چون مشاغل اینترنتی زیاد شده همه لپتاپ میشینن یا با گوشی مجبورن، یا کلا به خاطر این مشاغل. غیر مستقیم شما اشاره میکنید به زندگی مدرن امروزی که همش پشت میز نشینیه دیگه. البته ما اینجا یه کاری که کردیم توی آلمان برای همین پشت میز نشینی، میزو جمع کردن یا میزو بالا آوردن، یعنی ایستاده دارن کار میکنن اکثرا و زیر پاهاشون هم یه میز 20 سانتی گذاشتن که هر 20 دقیقه یا نیم ساعت این پا رو عوض میکنن. خب حالا یه چیزی گفتید برای من جالب بود، شما فکر کنم جزء کسایی هستید که اول نفر هستید که شاید جزء کسانی بهتر بگیم که کراسفیت رو توی استان آذربایجان غربی به نوعی معرفی کرد. بله. درسته؟ و از یک طرف هم شدیداً به این اعتقاد دارید که پاستچر فردی باید درست باشه، باید سلامت ورزش کنه و دور از آسیب باشه. خب و تناقضی که اینجا هست این که کراسفیت، حالا نمیدونم شما تا چه حد کراسفیت کار کردید، ولی ما اینجا کراسفیت رو تو مسابقات هم بودیم، 90% کراسفیت کارا، یعنی شما قهرمانان کراسفیت رو بپرسید همشون شلتاشون سرشانشون مشکل داره، کمر زانوشون مشکل، اصلا یعنی شما قهرمان کراسفیت نمیتونید پیدا کنید که آسیب ندیده باشه، چون اصلا جزء آسیبشونه. مثلا اخیراً هم توی یکی از پادکست‌های آقای فرشید نزاکتی یه خانمی اومده بود، خانم نوژا هاشمی، که جزء قهرمانان کراسفیت تو ایران ظاهرا، من نمیشناسمش، فقط توی پادکست گفت که منم مثلا شونم آسیب دیده، اصلا همه ماهایی که داریم کراسفیت کار میکنیم قهرمان این کاریم، مثلا خودم مربی به کراسفیت و جزء تاپ 5 شاید ایران باشه، گفت کار همشون آسیب میاد. درست هم میگفت، چون من تو آلمانم این داستان دارم. از این طرف هم شما میگید که من به پاستچر و سلامتی، این رو چجوری میشه ما از شما قبول کنیم؟ خب من اگه 100 نفر مراجعه کننده اینجا داریم، فقط با داریم کار میکنیم و در صورتی این افراد رو پذیرش میکنیم برای کلاس کراسفیت که اولش خودشون میخوان، میگن من میخوام یه ورزشی انجام بدم که متنوع باشه، روحیه جنگنده دارم، چالشی باشه. وقتی خودش از این بیشتر نتیجه میگیره من پیشنهاد میکنم. ترجیحاً خودمم به خاطر همین آسیب و این داستانا، چون من خودم وقتی ریکاوری آنچنان ندارم، به خاطر همین الان شدت تمرینات کراسفیتم خیلی کم کردم، ولی همه فاکتورهای بدنم با هم میکشه. برای آمادگی جسمانیمو ترجیح میدم حتما هفته 1-2 بار انجام بدم تمریناتشو. چون اخیرا من یه پست هم گذاشتم در مورد کراسفیت و نوشتم که کسانی که میخوان کراسفیت کار باشن باید حداقل یه نیم نگاهی به وزنه‌برداری داشته باشن، یعنی مثلا 1 ضرب و 2 ضرب خوبی رو بکشن و ژیمناستیک بلد باشن. همونطور که شما عکساتون هم من 1-2 بار پست کردم برای هندشتاندتون، هندستان همون روی دستاتون مانتی، در واقع یک ژیمناستیک کار خوبی هم باشه. شما اون کار ژیمناستیک رو من توی کاراتون دیدم، کاراتون انجام میدید، ولی برای کراسفیت کار واقعا اینا
جزء پایه ها حساب نمیشن، یعنی ژیمناست و وزنه برداری. یعنی خانمی که اصلا وزنه نمیتونه بلند کنه چجوری میخواد بیاد مثلا کلین اند جرک بزنه توی کراسفیت؟ ببینین بسته به حال چون پیشرفت باید کلاسشه. اصلا بیسش باشه دیگه. شما تو ارومیه این بیس رو دارید؟ صداتون نیست. قطع و وصل میشه. همیشه داشتن بیس ژیمناستیک کار بودن یا وزنه بردار بودن نیاز نیست. ما بچه‌هایی داریم اینجا که خیلی صفر بودن، اصلا تو عمرشون ورزشی انجام ندادن. حتی تو کلاس کراسفیتمون یکی دو مورد داریم که اسکولیوز هم دارن و با ورزش چون ما کسایی که بیس کاملا صفر سعی می‌کنیم 4 5 جلسه کراسفیت رو فقط موبیلیتی کار کنیم رو دامنه، ولی خیلی روند کار ما کند پیش میره و احتمال آسیب به قول شما زیاده و بعضیا پیشینه و سنا بالای 30 سال معمولا و چون اون بیس رو ندارن ما خیلی کند پیش میریم. شاید من این کلاسی دارم که 2 ساله دارم باشون که کراسفیت کار میکنم، هنوز جرئت نکردم از کلینجر که اینا یه دونه فیلم بزنم چون همه اشتباه میزنن. چون مشکل اینه که اصلا توی کراسفیت ما توی هر ورزشی که بخوایم مثلا کار کنیم میگیم منابع انرژی این ورزش چیه، یعنی اصلا توی چه انرژی فاز انرژی کار میکنه، مثلا انرژی گلیکولیژ اسید لاکتیک یا هوازی یا بی هوازیه. به طور کلی میگیم بی هوازی و هوازی. ولی تو این کراسفیت اصلا ویو تو مکس باید بالای 80-90% باشه، یعنی اون کلهم به نوعی اسید لاکتیک گلیکوژنیکه، یعنی یه چیزی که اصلا بی هوازی تقریبا 85-90%. یعنی میخوام اینو بگم که یک آمادگی جسمانی بالایی میخواد که شما بتونید 8 تا 10 تا ایستگاه پشت هم بزنید و اون وادو به قول معروف تموم کنید. یا شما واد کار نمیکنید توی باشگاه یا میکنید توی کراسفیت؟ چی رو کار نمی‌کنیم؟ واد. چرا دیگه برنامه هر کلاسمون با وادای مختلف اجرا میشه. منظورم که مثلا این شاگردات تو اینا رو میچینن میرن دیگه. سطح کلاسمون متفاوته. من حالا اگه اینجا بگم بچهای خودم هم اینجا باشن شاید بعضیا بدل بگیرن، ولی خب سطح کلاس فرق میکنه. من همیشه چون این کلاس که تنها کلاس کراسفیتی دارم، یعنی کل اعضای اینجا فقط 12 نفرن که باشون خب کراسفیت. دقیقا میخواستم همین رو، چون تو خود ایران هم زیاد به اون صورت نیست، تازه پا گرفته تو ایران. به حال حالا خیلی جالبه که شما تورمین رو راه انداختید و دارید هم کار میکنید و به تپ میان دیگه. شما خودتون هم یه نوعی نسل جدیدید توی مربیان ارومیه. من مثلا میگم نسل ما مثلا نسلی بود خانم پوپک سوتمن بود یا خانم مهار ملکی بود یا اون خانم سپید جلالی بود که الان همشون فکر کنم دیگه سلاطین بعدش اونجا شدن. خب عرض کنم خدمتتون که برگردیم به موضوع امروز، که موضوع امروز تفاوت کنترل وزن بین خانم‌ها و آقایونه. که من مثلا 5 تا فاکتور رو تو ذهنم هست که یکی یکی میگم و خودم یه تیتری ازش میگم، شما مگه کامنتی دارید بهش اضافه کنید. ما میگیم در درجه اول توی وزن، کاهش وزن یا افزایش وزن چه چیز موثره؟ میزان کالری، که میگن آقا مثلا توی نقصان کالری برید یا مثبت کالری برید. خب میگیم نیاز روزانه به کالریه. آقایون به دلیل اون حجم عضلانی که دارن، خب میزان حجم عضلانیشون و میزان نسبت چربی، اتوماتیک نرخ متابولیسمی بدنشون بیشتر نسبت به خانم‌ها، یعنی کالری بیشتری رو میسوزونن. ما تو بدنمون یه چیزی داریم به نام متابولیسم پایه، یعنی شما 24 ساعت فقط تخت بخوابید، روی تخت خوابتون هیچ کاری هم نکنید، بدنتون اون متابولیسم پایه رو میسوزونه. بعدش میاد مثلا ترموژنیک افکت، نمیدونم اکتیویتیت انرژی و غیر رو حساب کتاب میکنن که اونا حساب میکنن که میشه کالری روزانه شما. ولی آقایون به خاطر اون حجم عضلانی که دارن باعث میشه که کالری بیشتری بسوزن و این نیاز روزانه به کالری خیلی مهمه. شما نظرتون در این زمینه چیه؟ نیاز روزانه به کالری در خانم‌ها. میگم آقایون رو من میتونم راحت بگم که آقایون رو به خاطر افزایش حجم عضلانشون نسبت به خانم‌ها بیشتره. باز اگر شما کامنتی دارید بگید تا بریم بعدش. ببینین اولین چیزی که وقتی از بچه‌ها سوال میپرسی که رژیمتون رو رعایت میکنین، والا هیچی نمیخورن. همه فکر میکنن اگه چیزی نخورن کالری در رفتشون کم باشه، قطعا دیگه 100% من لاغرم. اصلا به توده از اینجا کسی اهمیت نمیده. شاید تو این 1-2 سال یه ذره آگاهی رفته پایین از طریق اینستاگرام یا
ولی باز هم 90% همین جوابو میدن، من هیچی نمیخورم. و اینکه ما بیایم اون شخص رو قانع کنیم که تو باید حتما همه وعده‌های غذایی تو داشته باشی، تو همه وعده‌هات پروتئین داشته باشی، کربوهیدرات رو به اندازه داشته باشی، چربیت مفید باشه، واقعا کاره. و من همیشه بهشون میگم اگه من یک روز دوربین داشتم تو خونتون 24 ساعت چک میکردم، اون وقت پاسخگوی همه مشکلات کاهش و افزایش وزنتون بودم. ولی الان واقعا نمیشه گردن گرفتن تمام این مشکلاتی که براشون پیش میاد. بعد متاسفانه فکر میکنن کالری از میوه میگیرن، هیچ نداره، میوه میگن آب دیگه، هم فکر میکنن اگه آب نخورن. بعد چیزایی که من معمولا میشنوم، آب خودش باعث افزایش وزن میشه. متاسفانه مدام اینو میشنویم در بعضیا. البته ناگفته نماند تمامی ترکیب به قول معروف واکنش‌های شیمیایی داخل بدن در محیط آبی انجام میشه. یعنی شما اگه بخوای کاهش وزن داشته باشی باید آب بخوری، بخوای افزایش وزن داشته باشی باید آب بخوری، یعنی آب واقعا باید بخوری. حالا این که مثلا یکی میگه من آبم میخورم چاق میشم، اونم یکی از عواملی که میام الان خدمت شما. بعد راجع به این کالری که میگین، من که حالا سری دارن، ما نه دکترای تغذیه داریم که مو به مو کنیم که الان باید اینو بخوری، یا هیچ کدوم پزشک نیستیم که انقدر خوب بتونیم راهنمایی کنیم. من اول دکتری معرفی میکنم که اگه مشکل هورمونی داشتن از اونا تغذیه بگیرن. چیزی که به پیشنهاد میکنم همیشه رژیم کربوهیدراته. روزایی که تمرین نمیکنن کربوهیدرات رو تقریبا بیارن به صفر برسونن. روزایی که تمرین پا دارن، معمولا خانم‌ها دوست دارن پایین تنه قوی و درشتری داشته باشن. روزایی که پا کار میکنن یه ذره کربوهیدرات رو ببرن بالا. روزایی هم که تمرین بالاتن دارن، بسته به البته مدل بدنشون، یه چیز کلیه دارم میگم، روزایی که بالاتن کار میکنن یه مقدار کربوهیدرات رو کنترل کنن، چربیشون فقط مفید باشه، پروتئینشون همیشه نسبت به وزنشون میزان بالا باشه، فیبرا رو سعی کنن کمتر از، حالا نه با همه رو با میوه جبران کنن، از سبزیجات استفاده کنن. چیزی که همیشه به همه پیشنهاد میکنم کربوسایکله. حالا بماند بعضیا این وسط یه مشکل هورمونی دیگه دارن، کمکاری تیروئید دارن، اصلا مشکل تخمدانی دارن که حتما اونو باید به پزشک مراجعه کنن. خب با این وجود چیزی که شما گفتید الان، یعنی شما میگید که اینا بیان بشقاب تغذیه‌شون رو نصفشون رو مثلا سبزیجات انتخاب کنن که مثلا دارای فیبرا باشه که بتونه اون حجم غذاشون رو زیاد کنه و سیستم گوارشون حل بشه و خیلی کمک‌های دیگه بهش بکنه، و اون نصفی که میمونه نصفش هم پروتئین و کربو باشه و اون کربوش هم باز تحت مراقبت باشه. یعنی چه روزایی، مثلا اگه روزایی که تمرین زیادی دارن کربو بیشتر بخورن، روزایی که تمرین کمی دارن کربو کمتری مصرف کنن. یه چیزی گفتی در مورد تمرینات پا، این آیا درسته که میگن خانم‌ها توی پایین تنشون از آقایون مستعدترن برای افزایش حجم عضلانی؟ مستعدترن چون تمریناتشون رو واقعا سنگین میزنن. آره، چون من اینجا هم دیدم هیپ تراستایی که خانم‌ها میزنن با دستگاه، مثلا من با فوقش 100 کیلو میزنم، یه خانم میاد 200 کیلو هیپ تراست میزنه، اینطوری آدم میمونه. خیلی بالاست، خیلی خیلی بالاست. و بعضی از مراجعه کننده که حالا شاید با حالا قبل دیگه تمرین کردن، وقتی میاد بهش میگی دمبل 4 کیلو بردار، تعجب میکنه، نه من نمیتونم اصلا دمبل 4 کیلو بزنم. ولی بعد از 1-2 ماه میبینیم بابا چقدر قدرت بدنی بالایی داشته و اصلا خود اینو. و چون بنا به سلیقه اکثرا علاقه دارن که پایین تنه حالا حجم تری داشته باشن، خیلی بیشتر انگیزه دارن و خیلی بیشتر مایه میذارن برای اون تمرینشون. خب این باید. خب ببخشید بفرمایید. سالی که کراسفیت کار میکردیم، من توی یکی از باشگاه‌های ارومیه بودم که صاحب باشگاه از قهرمانای کشتی بودن. یک روز من با خانم قبلی تمرین میکردیم، میخواستیم گرم کنیم بر همین حرکت کلین جک. بعد وزنی که برای گرم کردن گذاشتیم خیلی تعجب کردن، این آقایی که میگم صاحب باشگاه بودن تعجب کردن که واقعا با این وزن‌ها میخواین بزنین، تازه گرم نشدین. گفتیم واقعا وزنهایی که برای گرم کردن میذاریم حالا پیش شما میخوایم درست‌تر بزنیم کمترش کردیم. و واقعا هم آقایون باور ندارن که خانم‌ها این همه میتونن تو تمرینات پایین‌تر قوی باشن. خیلی عالی. خب دومین فاکتوری که مثلا میشه گفت تفاوت کنترل وزن بین خانم‌ها و آقایونه، که اون همون ترکیب بدنیشونه. من وقتی اینجا مثلا اکثر کلاینتایی که میان پیش من ازشون اول ترکیب این دستگاه
بیا هست، بیو ایمپیدنس آنالیز که ترکیبات بدن رو نشون میده. خب من این آنالیز انجام میدم باهاشون و اینجا خیلی وقت دیدم که ترکیبات بدنی خانم با آقایون خیلی فرق میکنه و به نظر من این ترکیب بدنی خودش میتونه عامل مهمی توی کنترل وزن و به قول معروف مدیریت وزن باشه. به نظر شما چطوری؟ چون آقایون به طور عمومی دارای نسبت بیشتری حجم عضلانی هستن تا خانوما و این میتونه به اتوماتیک به سرعت متابولیسمشون خیلی تاثیر بذاره. چون شما بهتر خودتون خوندید و میدونید هر چقدر بیشتر شما حجم عضله داشته باشید بیشتر اکسیژن میگیرید، بیشتر میسوزونید و عضلاتتون بیشتر انرژی میخواد تا نسبت به اون مقدار کمش. توی خانم‌ها مثلا چجوری میشه این کارو توجیه کرد؟ درصد عضله بیشتر از افراد داریم که خانم هم خیلی درصد عضله ژنتیکاً بیشتری دارن، هم یادگیری حرکت بالایی دارن، هم پیشرفت تمرینشون بیشتره. معمولا برنامه که من بهشون میدم مثلا یه شخص لاغر عضلانی، حالا بچه‌هایی هستن که نمیدونم باید تو لایو بگم یا نگم، اسم نگید ولی اسم نگید ولی حالا ترنس هستن و این ترنس دیگه تو لایو. ببین شما دارید یک بخشی از جامعه رو صحبت میکنید، یه چیز واقعیت و خیلی هم با شهامت و با شجاعت بگید، چون دیگه اینا یک بخشی از جامعه هستن. این ببخشید این تفکر چیز رو ول کنید و اینا هستن، اینا انسانن و دست خودشون هم نیست که ترنس هستن یا دو جنسیتی هستن یا چه، اینا اینطوری زاده شدن و جزء ما انسان هم هستن. بحث این عضلات بیشتر بچه‌هایی که ترنس هستن معمولا درصد عضلاشون نسبت به کسای دیگه بیشتره. حالا همون لحظه تست نمی‌کنم ولی یکی دو جلسه کار میکنن متوجه میشه اصلا همون حرکت اولیو که میزنه تار عضلش کاملا مشخصه. حتی کسایی که چاق‌تر هستن قدرت بدنی بیشتری دارن، سریعتر لاغر میشن، حرکاتو خیلی بهتر یاد میگیرن چون شخصیت بدنیشون نزدیکتره، حالا ترکیب بدنیشون نزدیکتره به آقایون و این کاملا میشه. ما بچه‌هایی داریم که خیلی هم خیلی وزنشون پایینه ولی انقدر قدرت بدنشون بالاست که شاید با یه ورزشکاری که 1 ساله داره مدام بدنسازی کار میکنه قابل قیاس نیست. شما در واقع به نوعی به فاکتور سوم که تفاوت بین خانم‌ها و آقایونه اشاره کردید غیر مستقیم، اونم عوامل هورمونیه. خب توی بدن آقایون و خانم‌ها، آقایون هورمونی دارن به نام تستوسترون، خب و البته تمامی هورمونا رو هم آقایون دارن هم خانم‌ها دارن ولی نسبتشون فرق می‌کنه. مثلا آقایون تستوسترون توی آقایون و خانم‌ها اینطوری که خانم‌ها 1:10، یعنی آقایون اگه 10 برابر 1:10 داشته باشن خانم‌ها 1، یعنی در واقع خیلی کمه نسبت به آقایون. به همون خاطر شما یک چیز ساده‌ای بگم که خیلی قابل فهم باشه، این که شما وقتی مثلا با برادرتون یا با همسن سال خودتون که پسر یا خانم دختر بازی میکنید تا 10-11 سالگی، دوتاتون هم توی به یک اندازه قوی هستید، به یک اندازه سریع هستید و گاه هم با هم دیگه کشتی میگیرید و فلان و فلان و خیلی با هم خوبید. ولی بعد از یهو اون دوران بلوغ شروع میشه، یهو سیستم بدنی شما فرق میکنه، سیستم اون پسر فرق میکنه، پسر کم کم لاغر و عضلانی تر میشه، شما کم کم اون برجستگی های بدنتون مشخص میشه که این برمیگرده به همون تغییرات هورمونی. چون هورمونی که تو بدن خانم‌ها ترشح میشه عاملی که باعث افزایش بافت چربی تو بدنشون میشه. خب و این بافت چربی کجا ذخیره میشه؟ بهترین جا روی باسنشونه و روی سینه و اینکه میاد کلا ساختار ژنتیکی خانم‌ها رو درست میکنه. و توی آقایون هم چون تستوسترون بالا میره میاد بدنشون چیکار میشه؟ عضلانی میشه. خب چیزی که برای ساختن عضله نیازه. به هم خاطر میخوام اینو بگم که به نظر شما این تفاوت هورمونی توی خانم‌ها و آقایون، حالا برگردیم به بحث خانم‌ها، توی خانم‌ها تا چه حد میتونه توی کنترل وزن موثر باشه؟ یعنی شما اگه بخوای روی برنامه کاهش وزن برای خانم بنویسی، آیا واقعا به میزان هورمون‌های بدن این توجه میکنه یا نمیکنه؟ ما اینو با سن بیشتر تشخیص میدیم چون قطعا سن که میره بالا
ترشح هورمون استروژن کمتر میشه. مخصوصا حالا یه مثال خوب همون یائسگیه که یکی از عوارضی که داره همون چاقیه. ما میگم افرادی داریم که همون به سن یائسگی رسیدن، قطعا زمان کاهش وزنشون اون دو پروسش برای نسبت بچه‌های دیگه، اون تایمی که براشون میذاریم، اون تمریناتی که براشون انجام میدیم، سعی میکنیم چون متابولیسمشون قطعا کار کرده، سعی میکنیم یه ذره، حالا من دقیقاً همیشه دوست دارم اینو سوال کنم ببینم کسی تو اینستاگرام استوری بذارم سوال کنم ببینم واقعاً عددی که آیواچ نشون میده برای متابولیسم درسته یا نه. ولی ما الان میگم 90% همه از آیواچ استفاده میکنیم، دقت میکنیم ببینیم چقدر تو هر جلسه سوزوندیم، مثلا تا اگه به این میزان نرسید چون اون شخص به اون سن رسیده، سعی میکنم مثلا میگم هر جلسه حتما 500 کالری رو بسوزونه، سعی میکنم تو برنامه پیشنهاد میکنم نسبت به سن کالری که میتونه دریافت کنه اون غذاها رو پیشنهاد بدم بهش و دقیقاً به خاطر همین مشکلات هورمونیه که تو خانم‌ها و آقایون متفاوته. ببینید حالا خوب شد بحث یائسگی رو جلو آوردید. ما آخرین هفته روز جمعه همون ورزش در دوران قبل، حین و بعد از یائسگی رو بررسی خواهیم کرد با یه خانم دکتری که تو ایران، خانم دکتر میترا عبدالی و خانم مریم کریمی که مثل خود شما مربیه، که در این زمینه صحبت خواهیم کرد که دقیقا همون چیزایی که شما گفتید و ما اون روز خواهیم گفت. و یک موردی که هست میخواستم من از زبان شما بشنوم این که خانوما، چون ما یکی دو هفته قبلش هم یه لایوی داشتیم ورزش در دوران در چرخه قاعدگی خانوما، خب چون خانوما نمیدونم خدا با خانوما چه مشکلی داشت و چرا با اینا صداتون نمیاد، مخصوصا ایرانی مثلا خانم‌های ایرانی که واقعا ببینید خانم‌ها توی 4 هفته توی یک ماه که ما 4 هفته داریم، هر هفتهشون براشون متفاوته. آقایونان کل سال آقایون بدبخت همش یکسانه، مثل سیگنال ثابتی میرن. خب ولی خانم‌ها هر هفتهشون متفاوته و جالبه هر هفتهش هم 7 روز هفتهشون هم باز متفاوته از هم دیگه. مثلا میگیم اگه ما پریودیشون رو نگاه کنیم، همون چرخه اول پریودیشون کلا داونن، کلا پایینن، حالی ندارن. و من به تب شاگردایی که میان اینجا میخوام اینو بدم که شما هم تو ایران اصلا به اینجور چیزا توجه میکنید یا نه، که مثلا این خانم پریوده که میخواد چیکار کنه. و بعد میگیم من مثلا شاگردایی که میاد روز اون هفته‌ای که میگن آقا ما این هفته پریود شدیم، میگم خب این هفته‌ای که تو پریود شدی برو یوگا کار کن، مدیتیشن کن و تمرینات استرچینگ یا همون کشیشی رو انجام بده، آروم آروم کار کن. خودم بیش از 3 جلسه در هفته بهش تمرین نمیدم، 2 تا 3 جلسه و میگم برو حال کن. ولی یک هفته بعدش که میره توی فاز فولیکول یا همون تخمک گذاریش نزدیک میشه، خب اونجا میگن که شروع کنه تمرینات قوی، یعنی اتوماتیک چون اون نمودار هورمونیش هم میره بالا دیگه. روز 14 دیگه اوج هورمون های بدنش، همون استروژنی که شما فرمودید، دیگه میره تو بالا ترین حدش، که میگم آقا جو اینجا میتونید تو تمرینات استقامتی قدرتی رو انجام بدی. خب بعد از یک هفته اون که همون تخمک گذاریش رو رد کرد، خب بعد از 2 روزهای تخمک گذاریش که همون لوتئال فازه میشه، خب لوتئال فازش هم میتونه قشنگ تمرینات قدرتی انجام بده، یعنی مثل یک مرد میتونه بدنسازی کار کنه. خب ولی بعد از اون هفته، یک هفته قبل از مثلا اون پریودش، باز این پروژسترونش میره بالا. خب پروژسترونش میره بالا، استروژنش میاد پایین. در واقع باید این خانم این هفته مواظب باشه که نباید همون کراسفیت که مهسا محمدزاده میگه انجام بده. چرا؟ چون تو این هفته اگه من بیاد کراسفیت انجام بده، به خاطر پروژسترونی که رفته بالا، این بندا و لیگامنت ها و مفاصل شورت شده و احتمال آسیب دیدگیش بالاست. و میاد مثلا من میگم خب این هفته که داری تو برو مثلا فاست چین ترینینگ کن، فاشیا ترینینگ. خب حالا شما فکر کنم با بلک رول یا اینجور چیزا دارید کار میکنید تو ایران، خب یا همینو کن، یا مثلا همون انعطاف پذیری و بالانس که خب شما فکر کنم دیگه خدای بالانسید دیگه توی کاراتون دارید این انجام، اینا رو انجام بده. میخوام اینو بگم که آیا توی ایران هم شما اصلا، حالا شما نه کلهم تو ایران به اینجور چیزا دقت میکنن تو ورزش بانوان یا نه؟ معمولا دقت نمیکنن. منم اگه بگم که 100% در میگیرم، بیشتر چیزی که از زبون خود
مراجعه کننده میشنویم با اون پیش میریم. ولی دقیقا همینطوری که میگین، شما قبلا یک بکنم پست گذاشته بودید راجع بله به این دوران پریودیک. کاملا این شیب و تمرینات قدرتی استقامتی رو کی باید انجام بدیم؟ ما ترجیحاً سعی می‌کنیم 3-4 روز اول پریودیک ترجیحاً تمرینات موبیلیتی و تمریناتی که یه ذره ملوتر باشه رو انجام بدیم. ولی بازم میگم به ژنتیک بعضی از کسایی که حالا میاد خودش دوست داره، میگه نه من کاملا تایم و میتونم تمرین قدرتی هم انجام بدم. جالبه. خب باید از 10 نفر 2 نفری هم هستن که متفاوت بکنن. در مورد عوامل رفتاری شما چی فکر می‌کنید؟ چون توی همون عوامل رفتاری هم میتونه تاثیرگذار باشه توی کنترل وزن و ویت منیجمنت یا همون کاهش و افزایش وزن. اینکه چون آقایون به طبع اون عادت‌های تغذیه‌ای که یک آقا داره با یک خانم خیلی متفاوته، یا فعالیت‌های روزانه‌ای که روزانه و ورزشی که یک آقا داره با خانم اونم خیلی متفاوته. در زمین این عوامل رفتاری چجوریه توی خانم‌ها؟ ببینین چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ مشکل اساسی که ما اینجا داریم اینه، واقعا من کلمه آنچنانی بگم رستورانگردی داریم. چیزی به جز این تفریحی به جز این نیست. رستوران هم بری اینجا شما رستوران رژیمی آنچنانی پیدا نمی‌کنی و همه حرفشون اینه من خسته شدم سالاد خوردم و مجبور همه یه چیز پرکالری دیگه بخوره به جای نمیتونه سالاد بخوره. یکی از مشکلات اصلیمون اینه که تفریح دیگه‌ای نداریم بیرون از بار. اینجا همه چی خوبه، کنترل میشه. متاسفانه هم میگن تا ساعت 8-9 شب شد، چون واقعا چیزی نیست. و مشروبات الکلی همه اولین صحبتی که با من کردن، من رژیمو اوکی هستم ولی مشروبمو نمیتونم کنسل کنم و خیلی دوزش الان بالا رفته. خب میگم اشکالی نداره، اگه واقعا نمیتونین حذفش کنین 1 هفته 10 روز یک بار مشکلی نداره. حالا مشکلی که داره حالا شما فتوا ندید. واقعا مشکلات ساده و اساسی اینه که اینجا هیچ تفریح سالمی نیست جز رستورانگردی و دور هم جمع شدن. و حالا من یک چیزی در مورد رستوران بگم برای دوستانی که توی لایو تشریف دارن، اونم که همونطور که خانم محمدزاده فرمودن، رستورانگردی مزیت‌ها و معایب خودشو داره و یکی از معایب بزرگش همین ندانستن اطلاعات تغذیه اون غذایی که ما میخوریم. چون غذایی که میارن جلوی ما دیگه ما نمیدونیم این غذا با یک چربی ترانس پخته شده، چربی اشباع پخته شده، چربی غیر اشباع پخته شده. اصلا این غذایی که گوشتی که آوردن، این اصلا گوشت چجوری تهیه شده، از کجا اومده. البته میگم توی کشور اروپایی اینطوری که شما هر چی رو بخرید نگاه کنید پشتش میگه این از کجا اومده و چجوری تهیه شده. یا مثلا گوشتی که میارن برای شما توی رستوران خوب قشنگ می‌نویسن که این گوشت مال کجاست که شما بفهمید. خب ولی توی ایران این داستانا نیست. خب بهتر منم اونجا بودم. و یک موردی هم که هستش در مورد مشروب که فرمودید، مشروب توی خانم‌ها متاسفانه خیلی بدتر از آقایون کار میکنه و علاوه بر اون کالری بالایی که داره نسبت به دیگر مواد غذایی، 1 گرم الکل فکر کنم حدود 7-8 کالری داره. خب حالا تا 17 کالری بسته به اون الکل نمیدونم فلانش متفاوته. در کل تو خانم‌ها خیلی مشکل سازه. حالا بعضیا میخورن شروع میکنن به خوانندگی و نمیدونم فلان و به ما خیلی خوش باشن، ولی در کل چیزی که هست اینه که اگه خواهید لایف استایل سالمی داشته باشید، به خصوص شماها خانمایی که توی ایران هستید گفتید خدا با ما بیشتر از بقیه خانم‌ها تو دنیا لج‌تره، اینه که واقعا اون جبر جغرافیایی هستش اونجا. حالا همه اونجا گیر کردن. به قول یکی از این دوستانی که نوشتن عرق‌سگی، این عرق‌سگی پیدا کنن خوبه، ولی باز چون هم ترس این هست که اون عرقی هم که میخورید فیک باشه، مشکل ساز باشه و فلان. سوای اینا اصلا کلا خیلی خیلی روی کاهش وزن شما تاثیر میذاره. من به جرئت به شما میگم به عنوان کسی که سالیان سال تو این زمینه کار کرده، تو هفته 1 بار شما به خصوص خانم مشروب بخورن، 2 هفته ورزششون برمیگرده عقب. یعنی نتیجه 2 هفته ورزششون، فکر کنید مثلا تا یه مسیر رفتید 2 متر رفتید، اگه اونجا مشروب بخورید اون 2 متر رو برمیگردید. بله دقیقاً.
آره اینقدر ما میگیم تو آقایون 1 هفته، تو خانم‌ها 2 هفته ورزش یا اون سیستم کاری رژیم که گرفتن رو خراب میکنه. خب یکی مورد آخر که هست هدف از کنترل وزن توی خانم‌ها و آقایون، که هدف از کنترل وزن تو خانم‌ها چی هستن؟ اصلا هدفی دارن یا ندارن؟ مثلا ما آقایون اینطوری هدفمون اینه که میخوایم افزایش حجم عضلانی داره. اکثر آقایون اینو میخوان، 20-30% میخوان کاهش وزن داشته باشه، در حالی که خانم‌ها هدفشون اکثرا کاهش وزنن. خب و بیشتر البته الان یک ترند شده، الان یک بیماری اومده به نام بیماری باسن که خانم‌ها حتی مثلا میگه که شکمشون میزان چربی بدن داخل احشایشون، همون چربی ویسچقال است، چربی قهوه‌ای داخل احشایشون قوقا میکنه، ولی به دنبال ساختن باسنن که نمیدونم حالا این نزول ارزش هاست یا تغییر معیارهای جذابیته، حالا اونجا آشکار ندارم، ولی میخوام ببینم که از زبان شما بشنوم، شما که دقیقاً دارید با خانم‌ها کار میکنید، هدفشون چی از کنترل؟ اصلا دارن چنین چیزی یا نه؟ من اولین چیزی که برای مراجعه کننده هایی که با مرنامه میخوام بیان، اولین چیزی که براشون میفرستم یه چند تا سواله که یکی از سوالا هدف تمرینیه. میتونم خیلی راحت بهتون بگم 95% میگن کمر باریک، بازوام خیلی لاغر و پایین تنه خیلی حجیمی میخوام. کسایی هم که پایین تنه حجیم دارن اصلا نمیخوام پایین تنم لاغر شه، کمرم کوچیک‌تر شه، بازوام هم کوچیک‌تر شه، متاسفانه. و هیچ نمیکنه این قشر تحصیل کرده باشه یا یه قشر عادی باشه. شما چیز بلد نیستید نه؟ شما جادو بلد نیستید نه؟ چون توی لایو قبلیمون مریم بانو که بود دقیقا همین موضوع رو داشت با چیزش کلاینتاش و دیدیم که داشت تو باشگاه قشنگ تاس مینداخت و جادو و جنبل میکرد و فلان. البته به حالت طنز و شوخی این ریلز رو گرفته بود و جالب بود. میگفت من جادو که نمیتونم بکنم همون چیزایی که شما گفتید، اینجا ما دست بزن، اینجا خط قرمزم، فقط میخوام باسنم درست بشه فلان. میدونین انگیزه خیلی مهمه. خانم‌ها حتما باید انگیزه داشته باشن، مخصوصا وقتی یه خانم یه همراهی کنارش داره، همراه آقایی کنارش داره، واقعا انگیزه است براش. خانمایی که معمولا تنها هستن زیاد اشتیاقی هم به ورزش کردن ندارن، میگن فقط اومدم سالم باشم. ولی معمولا کسایی که یعنی تنها باشن بهتره دیگه. نه دیگه، فقط بر سالم بود هیچ انگیزه. چون الان شما کلید موفقیت و سلامتی رو در این گفتید که تنها باشن، بدون پارتنر باشن، بدون اعصاب خوردی باشن. چون پارتنر یعنی اعصاب خوردی. انگیزه ها پارتنر خوبه، یکی از انگیزه ها. یکی از انگیزه ها حتی میخوام بدنشون تا سفر 2 هفته بعدشون آماده باشه. متاسفانه میگم الان ما قبلا شاید مراجعه کننده آنچنانی نداشتیم که عمل لیپو یا ابدو کرده باشه، ولی الان متاسفانه خیلی داریم و همه هم تاکید میکنن که چون من چربی تزریق کردم نباید باسنم آب شه، پاهام درشتر از این شه، باسنم اگه جا داره بزرگتر از این شه، ولی اصلا اون چربی آب نشه. و ما نمیتونیم این شخص رو قانع کنیم، امکان نداره همچین چیزی و همینجوری پیش میریم. تاکید دارن چون مطمئن کسایی که معمولا ابدو انجام میدن چندین مدت بعد ابدو حتی اگه نامراعاتی هم کنن تو رژیم، ابدو یعنی چی؟ چربی شکم رو برمیدارن و شکم رو صاف میکنن. ابدکشن منظور لیپوساکشن رو منظور میگی ابدو؟ شما شکم. خب ابدومینال یعنی عضلات شکم. بله. اصطلاحاً ابدو چون بهش. من نمیدونم به خاطر اون پرسیدم. این اصطلاحات من تو ایران میچینم. چون میگیم لیپوساکشن یعنی کشیدن چربی ها، یا لیپوماتیک هم مثلا تزریق چربی که از شما میگیرن مثلا به جاهای دیگه است. حالا خب میفهمید. بعد میگم متاسفانه با این طرز تفکر همه میان و من واقعا فکر میکردم الان نداریم کسی که فکر کنه اگه وزنه سنگین بزنه عضلش بزرگتر میشه یا بازوش بزرگتر میشه، ولی الان خیلی از بچه باز میگم از همه قشرها به زور ما تغییر وزن میدیم، افزایش اضافه بار میذاریم و به زور، یعنی نصف کارمون اینجا چونه زدن با بچه‌ها راجع به این که این وزنتو باید افزایش بدی، اینجا باید مثلا مکس کنی، اینجا باید اینجوری کنی که عضلات یه تغییری داشته باشه، این هفتت نسبت به هفته بعد متغیر باشه. نمیتونیم قانع کنیم چون همه فکر میکنن با وزن زدن درشتر میشن. خب خانم محمد
ساده به نظر شما کسی که بیاد با تحت نظر شما با 100% کنترل شما برنامه غذایی تامینی یک باسن گرد و خوشگل بسازه به قول خود شما میتونه؟ میدونین رشد عضله تا یه جاییه، شاید عضله حالا اون خیلی رشته عضلات هم خوب باشه میشه به نظرتون؟ قطعا میشه، چرا نشه. خب اون ولی پس اون خب ساختارها آناتومیکی چی؟ بله پس اون ساختارها آناتومیکی نقشی نداره؟ یکی مثلا لگنش کوتاه، یکی لگنش پهنه، یکی مثلا اینطوریه باسن. خب چون من دیدم که شما یکی دو بار این موضوع رو اشاره کردی تو پستاتون، گفتی که اینجا که خالی دیگه این خالیه، اینو نمیشه کارش کرد دیگه. میخوام به این نقطه اشاره کنید چون من دیدم که خیلی شما درگیر موضوعات هستید و میخوام اینو لطفا کم باز کنید برای دوستان که چون بیشتر کسایی که الان میبینن لایو خانم هستن و وقتی که بغلش لگنشون خالی، ساختار آناتومیکی اینطوریه، عضله دیگه اونجا نیست، منظورم این بود که شما میتونید اونجا رو پر کنید دیگه کاری نمیشه کرد. ولی تنها رشدی که میتونی به عضله بدی رو 3 تا عضله اصلی باسن انقدر خوش پر میشه طی مدت ها با رژیم و ورزش که اصلا اون هیپ دیپ ها اصلا به چشم نمیاد. همیشه حالا تو این بحث‌های اخیر اینستاگرامی زیاد دیدیم که خانوما از روبرو، خانمای ورزشکار از روبرو یه باسن صاف دارن، وقتی میچرخه میگه یه باسن بسته قشنگ ورزشی. ولی متاسفانه من اینو بارها اینجا به بچه‌ها توضیح میدم، وقتی دارین این همه میگن مثلا دارن کیک به پهلو میزنن، این حرکت الان داره اون قسمت خالی باسن، بله داره قسمت خالی باسنم پر میکنه. میگم نه، هیچ ربطی به اونجا نداره، اونجا نه عضله‌ای که رشد کنه نه چیزی. اگه بعضی از بچه‌ها اشاره میکنن به بعضی از بچه‌ها که اون قسمت پری دارن، یا این افراد چاق هستن، اونجا چربی دارن ژنتیکن، یا لگن پهنی دارن اون قسمت پره، یا تزریق کردن که اونم به مرور ما موردی داشتیم که جراحی کرده بودن، پر کرده بودن و بعد 3 سالی که کار کردن کاملا اون چربی خالی شد و خیلی هم واسنشون قشنگتر شد. خب خانم محمدزاده، قبل اینکه من برم سوال بعدی از دوستانی که تو لایو هستن میخوام اگه خواستن سوالی یا موردی بود بپرسن، اینجا قسمت سوالات هستش، یا خواستن اصلا بیان بالا صحبت کنن و ما 10 دقیقه فرصت داریم به سوالاتشون اونایی که تو همراهانمون جواب بدیم. ولی سوالی که میخوام در مورد مربیان خانم‌ها بپرسم، به خصوص مربیانی که توی اینستاگرام دارن فعالیت میکنن و خیلی ورزش میکنن ولی بعضیاشون مثلا من خودم شخصا 25 سال تقریبا توی این کارم، حالا هم به عنوان ورزشکار و هم به عنوان مربی. اگه بخوایم بگیم به عنوان مربی و تحصیل کرده این رشته، بعضی وقت اصلا نمیتونم مثلا باور کنم مثلا محمدزاده یک مربیه با این بدنش، چون نمیخونه. ولی مثلا عکسایی که توی اینستاگرام میذاره فوق العاده خوبه. مثلا تو بخصوص توی تهران کسای مربیان میرن که عجب بدنی ساخته، ولی وقتی تمرین میکنه یا ورزش میکنه به شما نمیتونه یک کلین اند جرکو بزنه، ولی یه بدن چنین ساخته. چقدر فتوشاپ توی مربیگری خانم‌ها تاثیر داره؟ خیلی زیاد. چون فتوشاپ فکر کنم این بهتر این عملهای لیپوساکشن و لیپوماتیک و تامین بدن سازی برای خانم‌ها کمک میکنه، درسته؟ ولی من از خودم شروع کنم. شاید 6 سال قبل به اولین اینستاگرامی که نگاه میکنم عکس‌های خودم انقدر شده بود که نمیتونستم مقایسه کنم با الان خودم. یه چند تا عکسی هم که از شاید 7-8 سال پیش خودم دارم از این و اون گرفتم، چون عکس‌های خودم واقعا ادیت میکردم و نیاز میدیدم، چون مربی بودم که خودم بعد نداشتم و مجبور بودم. آخه چجوری میشه ادیت کرد که مثلا باسن رو بزرگ کرد یا چنین چیزی هم داریم؟ راحت الان کلی برنامه دارم برای اینا. والا ما بی خبری. خانم‌ها کلا پیچیدن و همیشه دقت میکنم، نمیدونم شما هم باید دقت کنید، همه دقت میکنن، چیز واضحیه. عکسی که شخص از خودش میذاره همیشه با فیلمش فرق میکنه، کسایی که ادیت میکنن، و اون آدم معمولا فیلمای کمتری میذاره تو اینستاگرامش. پس از این بعد من فقط فیلم بذارم، چون من فیلم‌های تمرینی هم میذارم، یا مثلا شما دیدم فیلم‌های تمرینی بیشتر میذارید اخیراً و از تمرینی که انجام میدید یا
به قول معروف ژیمناستیک هایی که انجام میدید اکثرا فیلمن دیگه. فقط ولی شما یه چیزی حتما میخواستم بگم با اجازهتون. ببینین راجع به پاسچر که صحبت کردیم، واقعا بعضی از مشکلاتی که غیر قابل حل شدن فقط با اصلاح پاسچر حل میشه. من نمیتونم بگم من تحصیلاتم حرکات اصلاحی بوده، ولی چون بدنسازی کار کردم و 2 سال اول کارم اصلاحی کار کردم، تمرکزم رو اون بوده و بعد از اینکه دیدم مراجعه کننده ها اکثرا مشکل ناهنجاری دارن، مشکل ساختاری دارن، مشکلای پاسچری دارن و وقتی دیدم رو اونا کار میشم، نتیجه بهتر میگیرم، قطعا اولین کاری که میکنیم اصلاح پاسچر. بعد ناهنجاریایی که بعضا حتی ما موردی داشتیم که اسکولیوز داشت، 3 سالگی عمل کرده بود دیگه، اسکولیوز مادرزادی بود، نمیشد براش کاری کرد و واقعا نابرابری شونه وحشتناکی داشت. عضلات یه سمتش خیلی کشیده بود، یه سمتش کوتاه پایین که عمل کرده بود. 2 سال که بدنسازی کار کردن، ما باش بدنسازی و اصلاحی با هم کار کردیم، حداقل ظاهر کار خیلی تغییر کرده بود. متاسفانه این شخص دانشجو تو استانبول همیشه به من پیام میده که چون تمرینات رو ول کردم دوباره به همون حالت قبلی برگشتم. خب اون طبیعیه. این دقیقاً آفرین یه نکته خیلی خیلی مهمیه، چون وقتی شما تمرین میدید داری چیکار میکنید؟ عضلات مربوط به اون منطقه رو قوی میکنید. خب وقتی تمرین نکنید این میشه دچار تمرین زدگی میشه، یعنی تمرین نکرده. حالا یه تمرین زدگی هست که بیش از حد تمرین کنی، اوور ترنینگ میشه. خب یکیش هم هست که آپ ترنینگ بهش میگن، یعنی شما تمرین نکنید بیش از 2 ماه. عضله، ببینید ساختار عضله مثل یه بادکنکه. شما وقتی مثلا توی تولدهای بادکنکی رو باد میکنید، خب میذارید یک گوشه اتاق، خصوصا بادکنک‌های هیدروژنی ها مثلا میمونه باد شده میمونه رو هوا، بعد به امروز زمان میبینید این بادکنک کوچیک شده، هی کوچیک میگه این کسی که به اون دست نمیزنه چرا اینطوری کوچیک شد. دقیقاً عضله هم این ساختار داره، یعنی هر چقدر بهش فشار بیاد بزرگ میشه، هر چقدر فشار از روش برداشته بشه کوچیک میشه. همونطوری که مثلا وقتی شما پاتون میشکنه، بعد از اینکه مثلا گچ پاتون رو باز کنید میبینید که این پام از این پام خیلی فرق می‌کنه، چرا کوچیک شده؟ چون عضلاتش کار نکرده. به همین خاطر بعد از اینکه گچ رو باز کردن، چون اونقدر کوچیک شده نمیتونه کار کنه، میان اون EMS، دستگاه‌های EMS هست، الکترومیوستیمولیزیشن، که توی تراپیش، رها تراپی یا همون باز تبانه استفاده میشه، که با اونا یه شوک‌های الکتریکی اول بهش میدن تا این عضلات به خودش بیاد، بعد آروم آروم که میره توی فاز فیزیوتراپی و رهاتراپی و این غیره. خب یک مورد دیگه هم من از شما بپرسم، سوال آخر خود منه، چون از 10 نفر خانومی که میاد پیش من 8 تاشون اینطوری هست. خب بعد وقتی برمیگردن عقب من میبینم عضلات رمبویدی اینا، عضلات رمبویدی فاسش چی میشه؟ میشه عضلات زوزنگی دیگه، درسته؟ که این شونه ها رو میچسبونه به هم، نزدیک کننده از شونه ها. خب اون صفحات شونه رو به هم. این عضلات رمبویدی اینا خیلی ضعیفه، اصلا نیستش. اون روز من عکس یکی رو چیت کردم دیگه اصلا خالی اونجا، دیگه اصلا اونجا عضله کار نشده. خب شما هم به تبع تو ایران فکر کنم به خاطر اون وضعیت چیز خجالتی که دارن خانم‌ها، خب به خصوص مثلا تو دوران تینیجریشون مثلا اکثر اینطوری میکنن که اون برجستگی‌های بدنشون دیده نشه و فلان، اینطوری میمونن. به مرور زمان این میمونه رو بدنشون، این جلو آمدن شونه ها، و چون این حالت شخ واسطادن و به قول خودمون شخ واسطادن و اون صاف واسطادن رو ندارن، این به مرور این عضلات چیز میشه، ضعیف میشه و از بین میره. اون عضلات که این شونه ها رو عقب نگه می‌دارن. شما اینجا چی کار میکنید؟ شما هم دارید تو ایران مثلا این داستان ها رو یا نه؟ زیاده مراجعه کننده معمولا مخصوصا سنین پایین کارپوز شدید دارن. ما بسته به تعداد جلسات کارپوز گردی پشت کارپوز بسته به تعداد جلساتی که اینا با ما تمرین میکنن، 3 جلسه 4 جلسه، ترجیحاً 2 جلسه شو فقط روی این مشکلات پاستوریشون کار میکنن، روی این کارپوزشون و تقویت عضلات پشت و باز شدن عضلات سینه‌شون کار میکنیم. و میگم توی رده سنی خاص زیاده، معمولا نوجوانا بیشتر این حالت رو دارن. ولی میگم اونجا دوستان می نویسن که یکی جالب بود برای من، به خصوص منو مخاطب قرار داده و میگه که
چرا مگه اصل حجر به خاطر رشد سینه بوس کنیم؟ اون قدیم بود دکتر، الان قضیه فرق میکنه. حالا این حالت اونجا اصل حجره، ولی مسئله اصل حجر یا قدیم بودن نیست واقعیت دوستان. مسئله اینه که کلهم اصلا خانم‌ها به خاطر اون ساختار شخصیتی یا ساختار روانی که دارن اکثرا مثل آقایون اینطوری، آقایون مثل خورسبازی رو خورسبازی در نمیتونن صاف راه میرن. این خانم‌ها مثلا زیاد اونطوری نیستن و به خصوص توی جوامع بسته تر این مشکل بیشتره و همون خاطر توی جمع مثلا اینا مثلا خانم‌ها خیلی مؤدبانه‌تر از آقایون میشنن، آقایون شاید خیلی بی‌ادبانه رفتار میکنن، ولی به همون خاطرم این عضلات رنبویدی رو شما چی کار میکنید؟ اولین کاری که میکنیم سعی میکنیم نسبت به جلسات تمرینیشون رو تقویت زوزنقه، عضلات پشتشون، شونه‌شون و آزاد کردن عضلات سینه‌شون کار کنیم، چون همه کوتاهی عضله سینه دارن به خاطر جمع شدن کتفشون، دور شدن کتفشون از هم. بسته به جلساتی که کار میکنیم اول این مشکل رو رفع میکنیم. میشه لطفاً دو تا تمرین به ما بگی؟ لطفاً دو تا تمرین بگو با کش، همون تراباند، خب که تو خونه بچه‌هایی که هستن بگو مثلا این کارو بکنن تو خونه، مثلا روی هفته 3 جلسه میتونه یکم کمکشون کنه که بگیم اینم به قول معروف اینم کادوی شما باشه از لایو به دوستانی که توی لایو تشریف دارن. ترین تمرین هیچ تجهیزاتی هم نداشته باشن، دسته جارو دارن، دسته جارو صاف جلو نگه میدارن، بهش میگن دیسلاکتشونه، کامل میبرن پشت بدن و برمیگردونن. هر چقدر دامنه دستشون باز بله خیلی سخت اصلا نمیشه بود. آقایون که کلا نمیتونن شما میتونید. خب بهتر شما یه بار دست ساده خب ساده ترین. حالا اگه نشد بازم حرکات دیگه ای هست، دستشون رو دیوار یا یه قسمتی که میتونن بالاتر از سطح بدنشون بذارن. اگه اینجا دیوار باشه دست رو میذارم رو دیوار و بدنم رو مایل میکنم به پایین. کامل عضلات سینم باز میشه، عضلات کتفم نزدیکتر میشه و زوزنقم جمع‌تر میشه، چیزی که باعث تقویت پشت و باز شدن سینه میشه. یعنی خیلی ساده تر همه عضلاتی که باعث میشه سینه‌شون باز شه و پشتشون تقویت شه. یعنی شما در واقع یک تمرین برای پشتشون گفتید و یک تمرین هم برای عضلات سینه‌شون که اون حالت انعطاف پذیریشون بیشتر بشه و بازتر بشه سینه‌شون. مثلا من به این سینه‌شون خود دقت نکرده، به من همیشه به پشتشون دقت می‌کردم و تمریناتی هم که براشون می‌نوشتم بیشتر در حیطه این بود که اون عضلات رنبویدی رو تقویت کنه. ترجیح هست خب این شما به متخصص این کارید و خیلی بهتر از من بلدید این کارو و خیلی خوب بودین. یه نکته هم از شما یاد گرفتم اینجا، خیلی عالی بود. مرسی خانم محمدزاده عزیز، لایو خیلی عالی بود و در آخر بازم اگه صحبت خاصی دارید بفرمایید که ما لایو سیو میکنیم و اینجا میمونه. برای کسایی که مثل خودت به تب ورزشکار و مربی و محقق و اینا هستن و برای خانم ها، یعنی دو تا صحبت کنی، یکی برای مربی ها و ورزشکارا کسایی که مثل خودتونن و یکی هم این که کسایی که مشتریتن به قول معروف، کسایی که میان پیش شما. من بیشتر خواهش میکنم از والدین، چون بچه ها شاید توی سنی اصلا متوجه مدل راه رفتنشون، مدل قرار دادن کف پاشون، مدل نشستنشون نیستن. چیزی که از بیرون بیشتر مورد توجه قرار میگیره والدین اول رو میبینن. همه اولین چیزی که اولین خواهشی که ازشون دارن همین الان هم شده اصلا بشینن یه بار به بچهشون بگن جلوشون راه بره. مدل خواهرزاده خود من متاسفانه مدل راه رفتنش کلی رو مدل پاش تاثیر گذاشته بود که همین تا یه سنی ادامه پیدا کرد. الان ما داریم رو اصلاحی مدل پاهاش کار میکنیم. از سن پایین یه مدلی دوست داشته پاهاش همیشه اینجوری کج بذاره و متاسفانه الان تغییر پیدا کرد. تقریبا مراجعه کننده‌های سن پایین اکثرا چرخش داخلی کف پا رو دارن، اکثرا گوش پشت هستن. فقط دقت کنن اگه همچین چیزی دیدن اولین راه چاره همون اصلاحی و بدنسازیه. اصلا نترسن از بدنسازی، از وزن زدن نترسن.
و از هر لحاظ چه سلامت روحی چه روانی ورزش بهترین گزینه است. بعد در مورد خانمایی که مثل خودتن چی؟ مثل خودم ورزشکارم؟ آره دیگه، مثلا میگی که خب یک برای دوستات همکارات هم اگه بخوای یک پیشنهادی در این زمینه بدی میخوای چی بگی؟ مثلا بگی دوستان من، مثلا همکاران من، وقتی مثلا مشتری میاد پیشتون بهتره که مثلا این کار رو انجام بدید. یک سر همه علل خوب اول از همه اول این متن خودم باشم، یه ذره با وجدان باشیم، در چارچوب احترام نذاریم احترام ما هم شکسته شه، ولی یه ذره با وجدان باشیم و مراجعه کننده هایی که با ما میان، ما الان 1001 باشگاه داریم که یک برنامه رو به 1000 تیپ بدنی میدن، یا بهش میگن این ماه باید فقط بری کار کنی، دستگاه ها رو بهش یاد میدن، اصلا توجه میکنن به تیپ بدنی، سابقه تنش، به سن، به هیچی توجه نمیکنن. یه ذره وجدان کاری داشته باشیم همه ما، این باعث میشه روند کاری خودمون خیلی بهتر پیش بره. الان من همکارای دیگه کنار خودم دارم که خدا همه این روند رو پیش رفتیم و تو این 4-5 سال اخیر دلیل اصلی همین بوده. هر مراجعه کننده ای هم که داریم شاید اصلا از یه شهر دیگه یا از یه جای دیگه، همیشه میگن این تناقضی که اینجا با جای دیگه داشته، یا اصلا با یه خانم دیگه هم کار کردن از اونم راضی بودن، ایشون هم اینجوری مثل شما بوده. این که برنامه منو نسبت به خودم طراحی میکنین، نه که یه برنامه رو به 1000 نفر بدی. خب خیلی ممنون. فقط یکی از دوستان در مورد اینجا نمیدونم یه سوال جالبی پرسیدن که من خودم هنگیدم، که نوشته بود در مورد رابطه یه تونلی دیدم من، البته ببینم جالب بود. داره خیلی از خانم‌ها تونل کارپال میگرن راهکارشون سرکار خانم، خیلی از خانم‌ها تونل کارپال میگرن راهکارتون چیه؟ البته این که گفتن تونل کارپال و میگرن دو موضوع کاملا متفاوت. اگه اجازه بدی من توضیح بدم خانم محمدزاده، چون چیزی که پرسیدن این مثل بهداشت ما یکی از این کسایی که تو زمینه بهداشت خیلی کار میکنه، خیلی هم فعاله و ما از طریق لاب‌های خانم دکتر مایدزاده با ایشون آشنا شدیم، ماید نیای عزیز و بزرگوار. آقای مستر بهداشت، از کنم خدمت شما که تونل کارپال و همون تونل کارپالی که تو دستمونه با میگرن یک ارتباط سیستماتیک و نورولوژیک داره و به خصوص توی خانم ها میگن کسایی که میگرن دارن اتوماتیک منتظر چیز باشن، این سندروم تونل کارپال باشن و توی این 2 برابره حتی. ولی اینکه علتش چیه و به قول معروف چجوری میشه اینا رو کار کرد، واقعا هنوز درمان یا عللی براش پیدا نشده و تا جایی که من میدونم، حالا بعداً همونطور که تو میگرنم الان میگرن هستش و به طب قرص میگرن اومده، ضد میگرن، ولی هنوزم میگرن سردرد همه جا هست. بس جالب این که این میگرن با تونل کارپال یک رابطه سیستماتیک و نورولوژیک داره که کسانی که به قول معروف میگرن دارن حتما این تونل کارپال هم خواهند داشت، یعنی 2 برابر مبتلا شدن به سندروم این تونل و چیز دیگه بیشتر از این نمیشه گفت. خب بعدش یه سوالی هم از خانمان شما پرسیدم، ببینم اگه بشه جواب بدیم. ببینم رژیم کتو رو تایید میفرمایید خانم محمدزاده؟ صرفاً برای شوک ببرید، نه رژیم کتویی که چربی بالا باشه، رژیم کتویی که چربیش 20-25% باشه، کربوهیدرات 5%، پروتئین 70-75%. چی بگم، من کلا با رژیم کتوژنیک مخالفم، فقط برای بیمارا مساعد میمونم، کسایی که بیماری سعی دارن. اصلا کلا رژیم که نمیگم، الگوهای غذایی که رادیکال باشن باهاشون مخالفم. و یکی هم نوشته که جدیت و اراده مهسا جون قابل تحسین و کم نظیره. شما چه جدیت و اراده ای دارید که کم نظیره خانم محمدزاده؟ خیلی ولی وحشتناک طرفدار داری یا؟ مرسی، لطف دارم بچه.
یکی نوشته ورزشی که برای دردهای دیسک گردنی کمک میکند و دستها عضله را قوی کند و در این حال بدن هم رو فرم بیاد چی پیشنهاد میدید؟ دقیقا این یک سوال مخصوص خانومات. یک آقای هیچ وقت چنین سوالی رو نمیتونه بپرسه، چون نمیتونه یه جا همه چی رو تو ذهنش جمع جور کنه و بگه. و این دقیقا یک سوال خانومات. این سوالی که خانم شما پرسید، حالا اسمتون یادم رفت بالا بکنم، یه سوالی بود که باید 2 ساعت 3 ساعت خانم محمدزاده بشین برای شما توضیح بده. بعضی از این سوالات که میپرسید واقعا نمیشه جواب داد. اصلا نمیدونم تو شما این داستان رو دارید خانم محمدزاده یا نه؟ بله، گاهن یه یعنی چیزایی جواب دو میپرسن. هست داد، ولی جوابش یه کتابه، جوابش هم میشه دوران لیسانس و فوق لیسانس ما. دقیقا مثلا این سوال عمدهشون اینه که پس من الان غذا چی بخورم؟ انگار یه قطره از دریا رو میپرسن ازت. میگم من نمیتونم الان توضیح بدم این ولی متاسفانه سوالای اینجوری خیلی زیاده. ولی من برای هر مشکلی وزنه زدن رو پیشنهاد می‌کنم. البته که وزنه زدن خانم، بذار من اینم نکته آخر من بگم که وزنه زدن اونقدر مفیده. مثلا توی بیماری آلزایمر من یه زمانی زیاد تحقیق میکردم، جالب بود که 70% بیماری آلزایمر رو فقط کار با وزنه میتونه جلوشو بگیره، پیشگیری کنه، چون ما درمانی برای آلزایمر تا به حال نداریم و تا به حال هیچ درمان نشه. تازگی هم میگن مثلا یه سری قرصای درست کردن و فلان و هنوز تو بازار نیومده، ولی این چیز داره این کار انجام میده، کار با وزن این کار انجام. یا مثلا MS کلا دیگه شایعه دیگه همه جا. خب MS میگن کاربر وزنه انجام میده این کارو. چجوری کاربر وزنه؟ شما میید توی بدنسازی کار میکنید، جلو آینه عضلات خودتون رو بزرگ میکنید و این اعتماد به نفسی که از اون تمرینات کاربر وزنه به شما میاد خیلی خیلی مفیده. ما میگیم توی آلمانی یه چیزی هست میگن alles steht im Kopf، یعنی همه چیز تو سر شماست. خب وقتی شما ورزش میکنید اون حس درونی قوی بودن و ارضا شدن خیلی مهمه و این میتونه شما رو از هر لحاظ تقویت کنه. دقیقا همون چیزی که شما گفتی، وزنه زدن میتونه واقعا میتونه توی خیلی به خصوص توی استوپوز، توی پوکی استخوان توی خانما جالبه بدونید که ورزش دادن و کار با دستگاه ها و وزنه های تمرینی خیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه. خب من خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیز که همراه ما بودن، به خصوص خانم دکتر مهدیه عزیز که از اول لایو تشریف داشتن، یا خانم دکتر هاشمی عزیز و این آقای مستر بهتاش که یک سوال خیلی وحشتناک هم پرسید و ما بقیه دوستان. مثلا جان اگه صحبت پایانی دارید بفرمایید که من لایو رو تموم کنم و این لایو هم سیو میشه. نه، ممنون از دعوتتون، خیلی لطف کردین. حالا جایی اشتباهی داشتم هم دوستان ببخشن، چون دفعه اولی بود که تو لایو شرکت کردم. امیدوارم بتونم مطالب مفیدی هم گفته باشم. خیلی مطالب جالب. شخصا من خودم امروز واقعا یک نکته از شما یاد گرفتم و این خیلی عالی بود و حتما هم دوستان مطالب خیلی خوبی ازش استفاده کردن. و یک خانمی خود که میشه من اینو بگم نرسید که آیا میشه به جای مکمل از تغذیه طبیعی استفاده کنیم؟ 100% اصلا شما میگید مکمل یعنی تکمیل کننده. وقتی شما تغذیه خوبی دارید، تغذیه صحیح دارید، دیگه نیازی به مکمل ندارید. اینو دوستان نمیدونم ما تو ایران مثلا بیمار روانی هستیم یا چه، پولمون زیاده، نمیدونم داستان چجوریه، همه میخوان که مکمل مصرف کنن. با شما مکمل نیاز ندارید. اگه ورزشکار نیستی یا حرفه‌ای نیستی، اگه نمیدونم تغذیت جوابگو نیست، آره میتونی. ولی وقتی که شما میرید ساده به خاطر سلامتیتون، همون مربی یک برنامه تغذیه به شما میده یا همون غذای سالم و تحت نظر متخصصین تغذیه میتونید تهیه کنید و بخورید و دیگه نیاز به مکمل نداره. مکمل اسمش روشه، مکمل یعنی تکمیل کننده. یعنی شما اگه جایی کم آوردین این رو تکمیل کنید. که ما مثلا من تو ایران بیشتر مولتی ویتامین رو تجویز میکنم، چون تو ایران به خاطر برخی مسائل نمیدونم همه ویتامینا یا مینرال ها رو از طریق غذایی جذب کنن، اونجا میشه. ولی دیگه مکمل پروتئینی و کربوهیدرات دیگه نیازی نیستش. خب خیلی خیلی ممنون و به امید
دیدار انشالله مهسا جان. دفعه بعد توی لایو بعدی بیشتر با هم صحبت کنیم و تخصصی تر. این لایو بیشتر لایو آشنایی با شما بود و کارهاتون بود و به قول معروف اون پروسه کاری که تا به اینجا اومدید، به نوع رزومه کاری هم شما در واقع تو این لایو گفتید از خودتون و از این بابت هم خیلی ممنونم. و از همه مهمتر این که لایو بنده تشریف آوردید و دعوت بنده رو پذیرفتید با این همه مشغله کاری که دارید و خیلی خیلی از شما من سپاسگزارم. تا لایو بعدی، فعلا خدا نگهدار.